السلام علیکم برادران و اپاهای عزیز. من مادری فرهناز میباشم. دو سال باز هست که دختر من بیماری چشم نابینایی چشم دارد. از همه شما خواهش میکنم از برای الله به خاطر خدا دختری مرا دستگیری کنه. دختری مرا دکترها گفتن که باید در شهر مسکو رفته جراحی کنم. اگر که جراحی که نکنید همین خیلی دختر شما تا آخر نابینا میرد. فرهناز تو چه گفتنی هستی؟ التماس برادران مرا کمک کنه. من به شهر مسکو رفته چشمایم را اپراتسیا کنه. خدا برای کارتان که کشش کارتان که آمین.